به نام خدا سلام. به جلسه سوم آموزش رایگان وردپرس خوش اومدید. تو این جلسه شما رو با تنظیمات PHPMyAdmin و حالا تنظیم یوزر پسورد PHPMyAdmin و روت وردپرس و فایل کانفیگی که توی قسمت روت وردپرس هست آشنا میکنیم. برای اجرا کردن لاراگون همونطور که توی جلسه قبلی بهتون گفتم آیکون لاراگون روی صفحه دسکتاپ کلیک میکنیم و شروع رو میزنیم. سرویس ها برای ما اینجا ران میشه و اجرا میشه و میتونیم از اینجا وبسایتمون رو ببینیم و پایگاه دادمون یا همون MySQL. خب برای ورود به PHPMyAdmin یا همون دیتابیسمون باید یوزرنیم پسورد داشته باشیم و واردش بکنیم که بتونیم وارد بشیم. ولی در ابتدای کار وقتی ما میخوایم وارد PHPMyAdmin بشیم اینجا نیازی به پسورد نداره و فقط با تایپ عبارت روت توی قسمت یوزرنیم و زدن دکمه گو میتونیم وارد MySQL یا PHPMyAdmin یا همون دیتابیسمون بشیم که بتونیم اینجا دیتابیسمون رو بسازیم و معرفیش کنیم به وردپرس و اون تنظیماتی که جلسه قبلی بهتون گفته بودم که بتونید وبسایتتون رو راه اندازی بکنید. خب برای ساخت دیتابیس نیو اسم دیتابیس رو وارد میکنیم و دکمه کرییت رو کلیک میکنیم. همونطور که میبینید توی لیست دیتابیس ها برای ما دیتابیسی که مد نظرمون بود و اسمش رو تایپ کرده بودیم ساخته شد. خب بریم سراغ تنظیم یوزرنیم پسوردمون که حالا چون که بدون پسورد بود این دیتابیسمون فقط با زدن عبارت روت توی یوزرنیم تونستیم وارد بشیم. حالا میخوایم با تایپ یوزرنیم و پسورد وارد PHPMyAdmin یا همون MySQLمون بشیم. برای این کار باید اول بیایم متوقف کنیم سرویسامون رو و منتظر بمونیم. بعد میایم روی سیستره ویندوز راست کلیک میکنیم، MySQL رو انتخاب میکنیم و اگر برای شما انگلیسی نوشته شده باشه change root password نوشته، ولی واسه من که فارسی تغییر رمز روت نوشته. توی این کادر ما باید پسوردمون رو وارد بکنیم که ما اینجا 1 2 3 وارد میکنیم و دکمه اوکی رو میزنیم و منتظر تغییر پسورد میمونیم. خب همونطور که میبینید برای ما این کار انجام میشه و میتونیم با زدن شروع و تایپ پسوردمون وارد MySQLمون بشیم که اینجا میبینید. حالا اگر یه موقع خواستید اصلا کلا پسوردتون رو عوض کنید یا ای که اصلا پسورد نداشته باشه، مثلا اولش چنج پسورد رو از این قسمت میزنید. اگه بخواید پسورد داشته باشین که اینجا میایین پسوردتون رو تایپ میکنید، تکرارش رو اینجا مینویسید و دکمه گو رو میزنید. اگه نخواهید پسورد داشته باشید نو پسورد رو اینجا تیک میزنید و دکمه گو رو میزنید که براتون پسورد رو حذف کنه، که الان من این کار رو انجام میدم و بدون تایپ پسورد دکمه گو رو که بزنم وارد MySQL میشم. خب این از این قسمت. میریم به سراغ برطرف کردن این اروری که اینجا هست و معرفی فایل کانفیگی که با فایل های وردپرس کپی میشه توی قسمت روت سایت یا قسمت روت لاراگونی که ما اینجا تعریف کردیم. خب روی این فایل وب یعنی WP config راست کلیک میکنیم و اوپن ویت رو میزنیم یا با نوتپد یا با نوتپد پلاس میتونیم اینو ویرایش بکنیم که من با نوتپد خود ویندوز این کار رو انجام میدم. خب همونطور که میبینید اینجا اسم دیتابیس این قسمت یوزریه که همون روتمون هست. این قسمت پسوردمونه. چون ما پسورد رو حذف کردیم اینجا هم میایم این قسمت پسورد رو خالی میذاریم و میبندیم و ذخیره میکنیم. خب باید این ارور برای ما حذف شده باشه. بله این ارور برای ما حذف میشه و صفحه اصلی سایتمون نمایش داده میشه. توی جلسه قبلی یه فولدر ساختیم، یعنی بعد از لوکال هاست یه عبارت تست رو وارد میکردیم که نشون دهنده یه فولدر بود که ما ساخته بودیم تو روت لاراگون و این فایلای وردپرسمون رو که دانلود کرده بودیم اونجا کپی پیست کرده بودیم و از اون طریق اجرا کرده بودیم. حالا میخوایم ببینیم چطوری
به این شکل سایتمون رو اجرا بکنیم بدون زدن عبارتی بعد از این عبارت لوکال هاست. خب میریم به قسمت روتمون یا همون ریشمون، قسمت تست رو میاریم. فایل هایی که اینجا داریم رو کپی، یعنی اون فایل های وردپرس رو توی قسمت روتمون که قسمت اصلی سایتمون هست پیست میکنیم که اینجا من قبلا پیست کردم و حالا با زدن WP خط فاصله ادمین میتونم منوی پیشخانه وردپرسمون وارد بشیم. خب تا همینجا برای این جلسه کافیه. امیدوارم چیزی به اطلاعاتتون اضافه شده باشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.